باز هم با یک برنامه جدید اشوا معصومی در خدمت شما عزیزا هستم. البته لایک، فالو، سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. باز هم آمدیم تا یک برنامه جالب و دیدنی به شما عزیزا داشته باشم که البته در اواخر دوستداران رستوران ها بسیار زیاد شدن. ما آمدیم به یکی از رستوران هایی که به سبک کلاسیک و قدیمی است، چون مردم ما در این اواخر به خصوص مسافرایی که از خارج از کشور میایند رستوران هایی را دوست دارن که به سبک قدیمی باشه و ما آمدیم به رستوران صوفی محل. یکی رستوران سبک قدیمی است یا سبک مدرن است، با ما در برنامه بیننده باشید. رستوران سبکش قدیمی است، وسایلش و ساختمانش قدیمی است، اما تو یک جای بر کباب پختن هم داره که جای بسیار قدیمی است و یک جای است که وقتی من داخل اینجا شدم بسیار تعجب کردم. و بر صورت فعلا هم آشپز صاحب همراه ما هستن که در بخش کباب است. سلام. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلام شما خوبه؟ زنده باشین. اسم مبارک تو؟ عبدالرحیم. عبدالرحیم جان. خب میشه بر ما بگین که امروز چند نوع کباب آماده کردین؟ دو نوع است. کباب مرغ است، کباب قیمه است. روزانه بیشتر مشتری ها کباب دوست دارن یا دیگه غذا را؟ هر رقم غذایی که فرمایش بدن ما در خدمت شما هستیم. این کباب باز آماده کردنش کم مشکل است، به خاطر که یک ذره مطمئن هستم از دیگه آشپزی ها کردن خیلی سخت است. چقدر وقت میشه که آشپز هستین؟ 13 سال میشه اینجا هستم. ماشاءالله. در می رستوران کار میکنین؟ بسیار خوب. خب تجربه دارید دیگه؟ زنده باشید. گاهی وقت شده کباب از پیش خراب شده باشه؟ چرا نه؟ الان وقت سوخت فکر من نبوده است. خدای نخواسته خودتان کدام وقت سوختید؟ زنده باشید. سوختیم. خانه آمدیم و مصروف هم هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدین به صوفی رستوران. تشکر، زنده باشین. فکر کنم سرآشپز اینجا شما هستید. بله آقا همینطور هستم. میشه که معرفی کنید؟ علام محمد محمدی هستم. دیگه مدت 17 سال است که این صوفی رستوران کار میکنم. دیگه نوع غذای افغانی نظر به فرمایش مشتری ها دوستا ما آماده میسازیم. ماشاءالله 17 سال تجربه بسیار است. 17 سال در اینجا بودیم دیگه. بیش از هم جای بودیم؟ بیش از هم در دیگه ایران کار کردیم، پاکستان کار کردیم، دبی کار کردیم دیگه.
در اینجا مصروف در خدمت دوستای خود هستم. حاجی صاحب کدام غذا بیشتر آماده کردن براتون ساده؟ خب طبعا غذای افغانی خود ما شما یک چیز خود داره که فرهنگ خود ما شما دیگه رستوران هم دیگه سبک قدیمی رستوران هم دیگه به نام چیز صوفی رستوران که یک چیز نام قدیمی و عنعنات افغانی خود ما شما هستن دیگه همه چیز انشاءالله. چند نوع غذا را آماده میکنین در رستوران؟ در رستوران دیگه قابلی و شعله است، دو پیازه دیگی است، پیتزای تندوری که ما به شکل وطنی خود اصیل افغانی خود ما شما درستش میکنیم، اگرچه که خودش خارجی است ولی باز به شکل افغانی هم ما درستش میکنیم که یک باز چیزایی که در بین غذای که حاجی صاحب نام گرفتین کدام غذایتان بیشتر مشهور است در رستوران؟ قابلی و آشک منتو و دیگی و دو پیازه. آسانا هم هست اینجا دیگه؟ بله، پکوره داریم، سمبوسه داریم دیگه، شوله داریم، شوله که بسیار دو رقم شوله قربندی و شوله کیج قروت است که و میمانا بسیار خوش دارن و اولین جای است که در مینوی غذایشان شوله وجود داره. شوله خب بسیار از ماشاوه از شوله این چیزایی است که چیزای غذای اصیل افغانی خود ما شما هست دیگه و بسیار از نگاه خارجی ها علاقه‌مند به این زیاد نشان میدن که این چیزا را خوش دارن، برانی بانجان است، برانی کدو است، این شوله است، ماشاوه، این چیزای قدیمی خود ما شما را بسیار دوست دارن، علاقه دارن. پیتزای دیگه ما اکثرا همین باز چیزای ما پسته و خسته و چیزا می داشته باشه پیتزای ما، بازم نظر به چیز مشتری ما چند نوع تغییرات آوردیم، چون در خارج که در ایران ما پخته میکردیم پیتزا را، ما سابقه کاری هم داریم، ما اینجا این رستوران هایی هست که ما کار کردیم در این دبی هست، این چیزات این رستوران هست کار کردیم بله یا دیگه در اینجا همون چیزای چیز باز نواری هایی کردیم به سیستم خود افغانی خود ما شما خوشمزه تر و بهتر مشتری ها واقعا راضی هستن. تشکر میکنم حاجی صاحب از شما، مزاحم کارتان نمیشه. خوش میکنم، خوش آمدین، شما ببخشید که وقتتان برای ما. خوش میکنم، زنده باشید. تشکر از شما، سلامت باشید. هموطنای عزیز، در آشپزخانه رستوران صوفی محل بودیم که صحبت‌ها رو داشتیم با سرآشپز صاحب که ماشاءالله اینا بسیار زیاد مصروف هستن و غذاها رو شما دیدین. میریم حالا بخش سالونایشان رو صحبت میکنیم با منیجر رستوران که چقدر سالون دارن و چه زیبایی‌های دیگه این رستوران داره، با ما همراه باشید. بله دوستای عزیزم، فعلا هم منیجر رستوران با ما هستن تا معلومات کامل بر ما بدن. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین. بسیار زیاد. نوید هستم، منیجر صوفی رستوران. اولا شما را خوش آمدید میگیم به صوفی رستوران. سلامت باشین. تشکر. نوید جان، چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنید؟ تقریبا مدت 2.5 الی 3 سال میشه که منیجر صوفی رستوران هستم و اینجا وظیفه میکنم. بسیار خوب. من میخوایم اولین چیزی که پرسان کنم قدامت این رستوران است، چون معلوم میشه از ساختمانش که بسیار قدیمی است. دوستا میشه بر ما بگین که از چند سال پیش هستی؟ تقریبا از اول ابتدای دولت کرزی که آمدن دیگه قدامت داره تا فعلا میچله و تقریبا 20 چند سال میشه. بله. و این ساختمانی که اینجا کار شده تمامش تازه کار شده یا از اون وقت کار شده؟ از سابق هم بوده ولی تغییرات درش ناوردن. همون رقم پس بعضی جایش که خراب شده جور کردن، چون یک رستوران کلاسیک است وطنی و همون رقم که رئیس ما خوش داره اما تو یک فرهنگ و کلتور افغانی را نگاه کنه تا می فعلا امی رقم پیشرفته. شما مشاهده میکنین میبینین که همه چیزهای ما کلاسیک است، یعنی وطنی است و امی رقم غذاهای ما را شاید برتان نشان بدیم. تمام غذاهای وطنی ماست و تمام چیز ما که فکر میکنین کلاسیک است تمامش. بله دوستان، شما در تصویرم مشاهده میکنین که باش بر ما معرفی میکنن و میشه بگوین که تعداد چقدر سالون داره رستوران؟ بله، سالون داریم، تقریبا 3 سالون داریم. یک سالون به خاطر محفلای خرد و کوچک و ما اینجا میگیریم، کسایی که خوش دارن اما یک فضا را، اما یک فضای رومانتیک وطنی را و اینجا ما همیشه وقت محفلا می داشته باشیم. محفلای شینه خوری هم داریم، محفلای عروسی هم خرد و کوچک باشه ما اینجا میگیریم و محفلای سالگیره همچنان و سالونای متوسط خوبش مقبول داریم.
بله دوستا، سالونا رو میریم میبینیم، ولی بعضی چیزها هست که ده همین جهت توجه من زیاد جلب کردن. یکی خمی دکوریشن است و یک تلفن لاینی است فکر کنم، ولی بسیار سابقه هم است اینجا است. و میشه درباره از به ما معلومات بدین؟ خوب است. ما چیزای کلاسیک وطنی بسیار داریم، انشالله نشانتان میتیم. تلفن است، بعضی چیزا هست. امی رقم که ساختمانی رستوران کلاسیک کار شده و کلاسیک است. در ضمن تمام حتی غذاهای ما، ظروف ما امی رقم امو ظروفای سابق کلاسیک است، کولالی که میگنش. امو رقم از امو چیزا استفاده شده. چیزای سابقه و امو فضای سابقه را اینا اینجا جور کردن و آدم وقتی که اینجا میه به مو دههای سابق میره. باز ما اینجا آتشخانه داریم، بالا آتشخانه داریم. ناگفتن امانه دو جای آتشخانه داریم که خیلی هم تو امو آتشخانه سابقه که است، امو تغییرات نخورده. اون امو رقم اینا فعال است. اینجا قهوه، چای، چندین رقم چای جا آماده میشه و قهوه و کاملا یک قهوه خاص که ما ماشینش آوردیم و انشالله استفاده کرده میتونن، چون طعم و شاید خصوصیات خیلی دیگه داشته باشه. چند رقم چای گفتین؟ میشه که معلومات بدین که چند رقم چای؟ چای نانا، چای لیمو، چای سبز، سیاه، هر انواع چایی که هست انشالله ما اینجا آماده کرده میتونیم و نفر خاص داره. و فکر کنم با مو گلاسای قدیمی است. گلاسای قدیمی کلاسیک تمامش. و میشه بگین قیمت یک گلاس کافی چند است؟ از ما قیمتای ما متوسط است. قیمت خیلی بالا نیست. 100 افغانی شروع، 80 70 امی رقم مینو داریم. مینوی ما قدر بلند نیست چون به خاطر اقتصاد مردم مینوی ما پایین‌تر است، قابل قبول مردم است. بله مدیر صاحب، و اینجا یک چی است درباره از اون بر ما معلومات بدین که یا چی هستن؟ بله، این کل گلاسای جوس است و جکای جوس است که مخصوصا ما اینجا همیشه وقت سیستم بوفه هم داریم. نان با بوفه که میمانای ما تقاضا میکنه، سیستم بوفه داریم، باز اینا در بوفه استفاده میشه. بله الان در فضای باز و فضای آزاد هستیم که فکر کنم این قسمت هم بعضی مشتری ها میشنن و یک سالن جور کردین. بله و یک دروازه هم از قدیمی و تمام چیز ما که از قدیمی است. اون طرف دروازه زیری نیست دیگه، معمولا کل چیزی که میبینی تندور و این فضا دیوالا تمامش. بله دیوالا تمام میشه، کلش شب که میشه یک نمای خاص خود از خود داره. و در ضمن که هست که چمندک هست، چمندی است که به خاطر بازیچه اطفال اینا. و ما خوبیش دیگه پرتاوس هم اینجا داریم، چندین دانه دیگه تاوس داریم. بسیار خوب. بله دوستا، باز میبینیم چون من مطمئن هستم دوستدارای تاوس زیاد است، منتظر باشین اونا رو میبینیم. و بسیار یک فضای آرام درباره سالونی که در این فضای باز است. این باغچه خود گفتین برای اطفال است. بله، فضای باز ما کس همین تختایی را که میبینین شما، تخت هستک و در ضمنش کوچا و چوکی و اینا هستن. این فضای باز ماست. و در کنج کس یک جایی داریم که یک جایی که خیلی کلاسیک وطنی است و هر دو طرفش باز است. بسیار خوب. و اینجا گنجایش چقدر نفر را داره؟ اینجا تقریبا 100 تا 100 نفر اینجا گنجایش داریم. بسیار خوب. در این فضای باز بیشتر فامیلا میشینن یا دیگه مردم؟ اینجا فضای باز ما هست چون بخش جدا است. تختای ما، کوچای ما اینا جدا است دیگه. بیشترن فامیلا میتونن از اینجا استفاده کنن. کسایی که میاین چون جای فراغ کلان داریم از اونجا استفاده کرده میتونن. بسیار خوب. بجز از این باز دیگه سالونا هم دارین؟ بله، به خاطر فامیلا مشخص باشه. یک دو تا سالن دیگه هم در بالا داریم، براتون نشان میدیم که یک سالن بالاست، یکی پایین است. یکیش کاملا یک فضای باز رمانتیک وطنی است. اونا رو هم براتون نشان میدیم. درست است دوستان، میریم طرف سالونا. البته اینجا دیدین فضای باز بود که یک باغچه بسیار زیبا و این قسمت هم جایی است که فامیلا میتونن بشینن و یک فرنیچر وطنی داره. و در اون قسمتش فکر کنم که پر طاووس نه، خود طاووس است. طاووس داره. بله. تقریبا بسیار زیبا. چطور که اینا رو اینجا نگهداری کردین؟ یکم مشکل است نگهداری از این چیزا. به خاطر میمانا و دوستا یکم پرنده ها را بیشتر خوش دارن. بله دوست دارن. به خاطر از اونا ما به نمایش. باز طاووس یک پرنده بسیار خاص هم است. بله بله بله.
حتما. داره که بسیار زیاد زیبا هم هستن و چه صدای بلند دارن اینا. بله این توساک هست که معمولا فعلا برایشان یک کمک تکیده این وقت سال که میشه اینا همه به اصطلاح کوریز میکنن و برایشان میتکه دیگه. باز عکسایش از دوستا شاید در تلفن و گوشه خود داشته باشن. خیلی اینا که از توسای خاصی هستن و خیلی کلان مورده میشن همی چمند اینجا گشت گذارن. ما در راه روان بودیم که اینجا یک چیز دیگر رو متوجه شدیم. منیجر صاحب اینجا سنگ پشت هم داره. بله اینجا سنگ پشت داریم. بعض دوستا از خارج که میان خیلی اینا رو خوش دارن و دیگه. و این سنگ پشت چقدر از سنش؟ بخاطر که ما شنیدیم سنگ پشت بسیار زیاد سنشون تقریبا چندین سال است که امیجا هستک و از ما نگهداری میکنیم و باخوان برش خوب رسیدگی هم میکنه. میبینین که واشین بیخی اهلی است، آزاد میگرده و از دستتان چیز میخوره و میرقن. بازی چی میخوره؟ زیادتر ما بر ازی ترکاری باب زیادتر میتیم، بادرنگ و نوش پیازی چیزا میخوره. بله. درست است دوستا، دیدین سنگ پشتم بسیار جالب است و میریم حالا طرف سالونای فامیلی. با ما همراه باشه. بله این سالون فامیلی هم هست که مفلای کوچک 60-70 نفره ما اینجا میشه و بسیار زیباست واقعا. بر محفلا خوبی خوبش است. بله همین شب خینه و اینا را ما بیشتر محفلای شب خینه و اینا اینجا می داشته باشیم، چون بس سالگرد کسایی که از خارج میاین و اینجا میگیرن ما اینجا میپذیریم. باز اگر دکوریشن بخواین به خاطر استیج اینا اونا رو خدماتش دارین؟ بله دکوریشن وطنی یا فرض مثال ایموت روز ما مشکل نداریم داریم و ضمنش که هستک ما و دفاترهای خارجی هم که یک فضای آرام به خاطر یگان مارکتینگ اینا می داشته باشن ما مشکل نداریم اینجا میشه که بگیرن و ما در خدمتشان هستیم. و اینجا گنجایش چند نفر را داره؟ اینجا تقریبا گنجایش 80 الی 70 نفر داریم. بسیار خوب بسیار خوب. بله دوستای سالن هم دیدین که بسیار یک سالن زیباست و دکوریشن که همو الکین میگن. بله همین دکوریشن وطنی قدیمی تمام چیز. همین دیوالا رو هم که میبینین سقفش هم میبینین تمامش قدیمی است. همین کلاسیک وطنی است. بله واقعا زیباست و من مطمئن هستم که به خاطر همین زیبایی مردم اینجا رو بیشتر انتخاب میکنن. بله بله. خب دوستا این سالن هم دیدیم، بریم طرف سالن دیگه که یک سالن دیگه در بالا داریم. در بالاست او رو میبینیم. فضای باز داره. چی یک دروازه قدیمی؟ بله یک دروازه کاملا دروازه قدیمی است. سابقه در حدود از چقدر سال پیش شاید باشه؟ شاید خیلی قدامت بیشتر داشته باشه. بله. خب دوستا سالن رو میبینین که بسیار زیاد زیباست، اما تو وطنی اما تو کلاسیک. معلومات بدین مدیر صاحب برای ما درباره سالن. این رستوران ما همونطور که گفتیم دیگه وطنی و یک فضای باز داره. این بار زمستان از اینجا استفاده کرده میتونه میمانای ما، چون بشوریش برتان معلوم است و تمام میز چوکیش هم کلاسیک و می رقم ست که شده همینطور ست وطنی. باز این میمانای ما گنجایش بیشتر اگر داشته باشن باز ما بیشتر میسازیم. برنامه سالگیره و اینا را که اینجا بگوین برای ما تو وطنی ست کنین وطنی و در ضمنش باز ما میتونیم میز چوکی هم اینجا رو برشان ست کنیم با این فضای باز. بسیار عالی بسیار زیبا. بعض کنفرانس هم شاید شود اینجا. بله کنفرانس های دفترها را ما میپذیریم و در ضمن نگفتن همونه که ما سیستم بوفه هم داریم. غذای بوفه نان دمو محوطه اولی جور میشه همونجا میتونم میمانا و ما استفاده کنم. باز در زمستان هم گفتین از اینجا استفاده میشه که نظر به اینکه قسمتاش باز است. باز زمستان ایره بسته میکنیم و این گلخانه میشه و از اینجا استفاده کرده میتونن. لازم که گلخانه میشه اینجا و از اینجا استفاده کرده میتونن. شاید زیباییش در زمستان بیشتر شود. گلخانه میشه و گلای تمام گلای ریاولی ما دمی سالن‌های منتقال میتیم و از استفاده کرده میتونن. و این سالن تان گنجایش چند نفر داره؟ تقریبا 80 نفر شاید داشته باشه. بسیار خوب 80 نفر. رستوران زیبا و یک سالن بسیار زیبا. تشکر میکنم از شما مدیر صاحب. تشکر از همچنان از شما و از همکاریتان که آمدین اینجا لطف کردین و قدم رنجا فرمودین. بسیار زیاد خوش آمدین. زنده باشین.
بیننده عزیزم، بیننده برنامه ما بودین در رستوران صوفی محل و البته حالا وقت غذا رسیده که غذا آوردن و اینجا یک مشتری هم هست. سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ زنده و سلامت باشین. شما خوش آمدین به رستوران صوفی محل. زنده باشین، سلامت باشین، صفا آوردین. تشکر. آجی صاحب همیشه میایین رستوران؟ بله بله، و رستوران صوفی که میم از زمان جمهوریت هم میامدم، چون یک فضای بسیار آرام است. بله. یک محیط بسیار پاک است، باغچه هم داره، گلاس و پرنده است. لذت نان خوردن در اینجاست. بله، آدم که نان یک جای میخوره باید یک فضای آرام بخوره. بدون شک. بله. چون یک هوای پاک داره اینجا. بیشتر کدام غذایش شما دوست دارید؟ والا غذای دلخواست ما کسی که قروتی است که ایران ما آوردن، من چه یاد چرا فهمیدن و دیگه شوله قربندی بسیار با کیفیت، بسیار مزه. هر وقت میم امیر آدر میدیم دیگه. اصل مزه نان در چی است خوارگل؟ نان با مزه است که هرچی بخوری سیر نکنی، باید موادش اصل باشه. اینا مواد اصل کار میکنن و بسیار پاک ستره، بچهای بسیار با استعداد کسایی که نان میارن دیگه. برخورد پرسنل در اینجا بسیار خوب است. آدم فکر میکنه که باغچه خود آدم میاد دیگه. بسیار یک فضای آرام است. تشکر میکنم از شما. نوش جانتان. دیگه شما میمان ما هستین دیگه. زنده باشین. سلامت. یک جای مزه میکنیم نان بخیر. زنده باشین. تشکر. سپاسگزار شما عزیزا هستم که تاییدم بیننده برنامه ما از پنجره افغانستان بودین. لایک، فالو، سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین و با دوستایتان شریک بسازین. منتظر کامنت های شما عزیزا هستیم و این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که از برنامه خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.